خورسندی این کودکایی که این کنتشون محدود هم میبینیم بی‌بها هست. هر نفر که من بچه را میبینم رئیس های محله هم سلام علیکم شب نیست زنده آن نام میماند که در دل مردم جای گرفت. بله تاجیکستانم با پیش نام تو ورد زبان شد تاجیکستانم با پیش با تلاشی زحمتی پیشوای محبوب وطن شهرتش روی جهان شد تاجیکستانم با پیش. حاضرین گرامی مهمانان عزتمند امروز با شرافت غمخواری های شبانه روزی محترم پیشوای معظم ملت امروز چنین شرایط زیبا چنین شرایط زمانوی برای ما و شما مهیا گردیده است و امروز در پیروی با سیاست خیرتمندانه محترم پیشوای معظم ملت در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری و از جمله در ناحیه دنغره نیز فرزندان برامند همین ملت فرزندان بننگ و بناموس همین دیاری پیشتاسا است که پیروی از سیاست محترم جناب عالی کرده در همه سمت‌ها با مردم همراه هستند و امروز چطوره که ما و شما دیده ایستادیم برای کودکان که امروز در سراسر دنیا و خصوصا در وطن بیشاسای ما و شما یکم ایون روز بین المللی حفظ کودکان با شکوه شهامت خاصه تجلیل گردیده ایستاده است و امروز نیز ساکنان سربلند جماعت سنگتوده نیز از همین روز بین المللی حفظ کودکان خوب تجلیل نموده چنین چهاربینی را برگزار کردند و من از نام رئیس ناحیه محترم سلامزاده سیجاودین از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه پیش از همه و فرزندان برامند همین دیار که چنین چهاربینی با شکوه را تشکیل کردیم اظهار سپاس و مینتداری بیان نمودم و گفتنی هستم که پیروی به همین سیاست محترم جناب عالی که سیاست خیرتمندانه است در مدت 33 سال استقلالیت دولتی یک رشد با سرعتی که در وطن عزیز ما و شما رفته ایستاده است فکر میکنم که دولت‌های ابرقدرت جهان در حیرت هستند و بر همین مضمون گفتنی هستم که وطن بر تو بزیبد شاه عادل سخن بر تو بزیبد شاه عادل سر ملت بزیبد رهبریت که دولت با تو زیبد شاه عادل. بار دیگر روز یکم یون روز حفظ کودکان با یکایک شما مبارک فرخنده باشد. هم دیاران عزیز سلامت سربلند باشید. جهان سپاس معلمه ارجمند. در این لحظه های بسیار هم فرابخش خواهش می نماییم از معلمه گرامی برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد محل و تطبیق سیاست دولتی در روند کارهای آبادانی و یک قطار ساکنان جماعت دیهاتی سنگتوده شما علی هنر شما خدمات سپاسنامه تقدیم می‌گردد به صاحبکار میزبانان برای مهنت صداقتمندانه و سهم ارزنده در کارهای آبادانی و سازندگی رشد و نموی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات تحکیم پایه‌های دولتداری حفظ ارزش‌های ملی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های جمعیتی و سیاسی. قرصک‌های شما حاضرین گرامی دستگیری میکنیم. سپاسنامه نوبتی با همین مضمون تقدیم میگردد به صاحبکار فیض‌الله رحیم جان میرزایویچ. همزمان سپاسنامه تقدیم میگردد به صاحبکار الف طاهر میرزایویچ. دستگیری میکنیم دوستان ارجمند. سپاسنامه نوبتی تقدیم میگردد به مربی ورزش ورزشگر میرزایان داستان رستم.
برای سهم مناسب گذاشتن در تطبیق با ثمر سیاست دولتی کار با جوانان و ورزش. مبارک باشد. بار دیگر سپاسنامه ها مبارک باشد. از معلمه ارجمند خواهش می نماییم با مسئولین در روند تقدیم تحفه ها به شخصان معین شده اشتراک نمایند و زیر یک نوای مرغوب این مراسم را انجام می دهیم. صفحه دهر بود دفتر عمر همه خلق، این چونین گفت خیردمند چو اندیشه گماشت. خرمان کس که در این صحیفه پاک از همه حرف رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت. احسانکاری و دست کمک دراز نمودن از جمله خصلت‌های نکوی انسانی می باشد و باعث فرحمندی است که امروز در جماعت دهات سنگتوده این عمل به حکم عنعنه در آمده است و از جانب صاحبکاران وطن دوست شخصان سخاوت پیشه برای دستگیری برای کمک رسانیدن و ساکنان مملکت دست کمک دراز کرده می شود و در آینده نیز اطمینان است که چنین تدبیرها ادامه داده می شود. واقعا ما امیدواریم که این عملهای نیک برای دیگران یک عبرت می شوند و همین گونه چاره‌بینی های فرهنگی فراغتی برای نیازمندان برای شخصانی که به کمک نیاز دارند زیاد می شود. و یادآور می شویم دوستان عزیز این چنین امروز یک خانه پرناز و نعمت آراسته شده است بهر کودکان، چون امروز در کشور روز بین المللی حفظ کودکان با شکوه خاص تجلیل می گردد. این روز نکو را به همه کودکان همچنین به همه پدران و مادران مبارک می گوییم. مبارک باشد. آن زمان از جانب شخصان وطن دوست عرابچه‌های مخصوص تقدیم می گردد. در سیاست دولت و حکومت تاجیکستان دستگیری شخصان نیازمند عموما حفظ اجتماعی اهالی مقام خاصه دارد. اما سالا ما شاهد می‌گردیم که در تمام سفرهای کاری خود به شهر و ناحیه‌های مملکت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و شخصان نیازمند خاصه شخصان امکانیتشان محدود کمک اولین درجه می‌رساند و راه اندازی این تدبیر پیروی به اقدام‌های نکو پیروی به اقدام‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه پیشوای غمخوار و محبوب ملت میباشد که از جانب صاحبکاران وطن دوست جماعت دهات سنگتوده ناحیه دنقره این لحظه ها انجام داده می‌شود. با کفخوبی استقلال میگیریم دوستان عزتمند. یک روز خاطرمان است زیرا در برابر گشوده شدن یک موضع فراغتی و استراحتی همچنین امروز به کودکانی که به کمک نیاز دارند از جانب صاحبکاران از جانب شخصان خیرخواه تحفه ها پیشنهاد می‌گردد و سلام نباشم بپیشونم
و با همین جوانان وطن دوستی جماعت دهاتی سنتوده برای رسانیدن کمک به همدیگر سهمی مناسب می‌گذارند. باشد نیست زنده آن نام میماند که در دل مردم جای گرفت. بله یک مایوبودا آنهایی که دستی کمک دراز میکنند و شخصان نیازمند کودکی دیگر ختم نتور دستگیری میکنند، احسانکاری میکنند، نامشان در صحیفه‌های جاویدانه مردم شب و روز در خدمت خلق همکاری میکنند برای خلق. خانداندن یک نفر دیگر است و دست آوردن قلب است که بهترین معجزه زندگی را منور میسازد. از دوستان عزیز، اینچنین امروز یک برنامه زیبای فرهنگی بهر بالید روحی شما تهیه شده است، البته با سرودهای دلنشین. همچنین بهر کودکان امروز که چون روز بین المللی حفظ کودکان است، یک خانه پرناز و نعمت آراسته شده است. مرحمت کنید، نان شکنید و ما باشد برنامه فرهنگی را با سرودهای دلنشین آغاز می‌نماییم. بار دیگر یادآور میشویم دوستان ارجمند مهمانان گرامی که با سهم صاحبکاران جماعت دهات سنتوده خاصه رهبر سازمان جوانان و حفظ وطندوستی ما و 30 نفر شخصان امکانیتشان محدود اراغچه‌های مخصوص تقدیم کرده شد. همزمان برای کودکان تحفه‌ها پیشنهاد گردید و کمکی یک وقتینه سلام علیکم. شما هرچی کرد او به ما کرد، او به ما جهل و جفا کرد. نفهمیدی مرا ای نازنینم، نفهمیدی مرا جانی شیرینم، نفهمیدی مرا جانی شیرینم. گناهی من چی بود بری بابا یکی رو شما رئیس های محله نه سلام علیکم. هرچی کرد او به ما کرد، او به ما جبر و جفا کرد، او به ما جبر و جفا کرد. سلام علیکم، خوب هستی؟ زنده باشه، خدماتتان رو دیدم. زنده باشه. نفهمیدی مرا ای نازنینم، نفهمیدی مرا خوش آمده. نفهمیدی مرا جونی شیرینم. گناهی من چی بود بگو بدانم، جبر و جفا کرد، او به ما جبر و جفا کرد، او به ما جبر و جفا کرد. خورسندی کودکا، خورسندی این کودکایی که این کنتشون محدود میبینی به‌بها هست.
هر نفر که آروبچه را ببینم، آدمی سالی من آروبچه را که ببینی باید خودت درک کنی، بفهمی که دنیا داره چی گفته. نهایی سنتودا بازم دوام دارد.